او حقوق معنوی در مکتب تاجیکستان کار کردن ندارد. او همین درک نکرد که عینی کسی که این ملت را ساخت اگر یگان کمبود هم داشته باشه او در پیش خدمتاش هیچ است. گفتن در نزد وزیر، در نزد قانون، در نزد سود هم باشه من جواب میتیم که همین را من از مکتب جواب میتیم، چون که نخود در کودک بیاید گفت که عینی همه خبده است. حال که معلومات افسانه است، روایت است، ما چی میدونیم، لیکن شخصیت اینو را دیگه این خیل کردن ممکن نیست. اینا رمزهای این ملت، ستونهای این ملت، اینا کسایی که ملت ساختن. حتی همین استاد غفوروف یک قصه بسیار جالب است که وقتی غفوروف تاجیکان می نویسند، بسیار آدمی بزرگ شناخته هم ملی هم فرهنگی، در خانه جلال اکرامی یک بزم می شود. بزم می شود که هم ترسون زاده شرکت داشته، هم غفوروف، هم استاد جلال اکرامی، هم براگینسکی. بعد که همه تبریک میکن، بعد استاد اکرامی میگن که استاد غفوروف شما این قصال را برای دولت بدید، شما کتابی تاجیکان نوشتید، ما را صاحب شناسنامه کردید، من میخوام در این بزم شما را پدری ملت اعلان کنم. آخه بعد غفوروف قد گفته بیست، یک لحظه بیست، پدری ملت من نیست استاد، پدری ملت استاد عینی، او ساختی ملت، او احیا کرد که ما و شما گپ زدیم به تاجیکی، ما و شما تاجیک میگیم او پدر دارد این ملت، من فرزند خردترین این ملت کی خدمت میکنم. یعنی غفوروف حتی اجازه دادن که خودش پدر ملت گفت عینی هست. بنابراین آدمی ناخونده بیاد که عینی چنین بوده است، مثلا دو تینه اکنام کرده بوده است، همین را سبب کنه که شخصیت بزرگ ملی او را داغدار کنه در ذهن جوان، در تیک تاک، در فیسبوک، نمیدونم در کجا. این همین خودش جنایت ملی است. 8 سپتامبر سال 1997 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به استاد باباجان غفوروف عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. خب قهرمان تاجیکستان یعنی چی؟ این مفهوم ده کمتر گفتم. ما دو نوع قهرمان داریم، قهرمان خلق تاجیک و قهرمان تاجیکستان. قهرمان خلق تاجیک نسبت کسانی گفته میشه که در تاریخ مبارزه های ملت ما یکان نقش دارد، سهم دارد، جسارت ظاهر کرده است، قهرمانی کرده است. مثلا میگیم قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، کتاب استاد عینی است مایدک، قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، قهرمان خلق تاجیک مقنع، شیرک و قهرمان از من نزدیک واسع. قهرمان خلق تاجیک واسع یعنی واسع یک تاجیکی که از امی بلجوان، از خاولینگ، از دره مختار که از در نویه خاولینگ داخل میشه، و وقت بیکیگری بلجوان از اموجه برخواست است به ضد اشغال این سرزمین از سوی حکومت منغیتی ها و شورش کرده است، قهرمانی شده است، کشته شده است. حتی متاسفانه معلوم نیست که قبر واسع در کجاست. شما میدونستید که من نیست، معلوم نیست کجاست قبرش. یعنی وقتی مردش میتیند از بخارا، از شهر سبز، وقتی آوردن کجای گور کردن دیگه تا خاولینگ نرسیده است. در این گرمی و در شرایط بعضی میگن که در این ادیروی حصار در بابوتاخ کجای گور کردن. یعنی قبری واسع مشخص نیست. این قهرمانی خلق تاجیک نامش یا که تیمور ملیک، ولی قهرمانی تاجیکستان این عنوان رسمی دولتی است. قهرمان خلق تاجیک را تاریخ اعتراف کرده است، خلق اعتراف کرده است، اما قهرمان تاجیکستان را ملت و دولت همچون سپاس برای خدمت ها میدهد و قهرمان تاجیکستان به کسایی داده میشد که برای نمی دولت تاجیکستان
برای بقا، برای تأسیس، بقا، حفظ و نجات جمهوری تاجیکستان خدمت کرده باشند. اینو میگیم قهرمان تاجیکستان. انا کلان چیزی که من گفتنی بودم این است که این قهرمان ها از حالت یک شخص بالاتر برآمده یک حالتی دخل ناپذیر رو میگیرن در ذهن جامعه و اگر نمیگیرن ما و شما باید همین خیلی بکنیم. زیرا ما برای چی اینا رو قهرمان ها میگیم؟ چون که اینا دو نقش دارن. اول اینکه خدمت کردن برای بقای این ملت. اینا خدمت غفور و یک گوشش گفتیم. حالا اگر هم خیلی شود درباره استاد عینی یک جلسه کنیم، درباره ترسون زاده یک جلسه کنیم. این باید ذهنی همه ما بسیار روشن باشد که چی است. بنابراین غفور فکرمتر گفتیم انا چرا این قهرمان‌ها مهمه؟ اولش که خدمتی که اونا در تاریخ خلق کردن، اینه که ما اینجا آرام نشستیم، روشن، با ثبات، امنیت، صاحب دولت. این خدمت یعنی عینی و غفور و شیرین شاه و تیمور و نصرت الله مقسوم و ترسون زاده و نجات دوباره این دولت، این صلح و وحدت، خدمت محترم امام علی رحمان. این قهرمان‌ها رولشون نکردن. ولی اناکون در تاریخ، در علم سیاست همین خیلی است که این قهرمان‌ها رو ما در دولت سازی، در ملت سازی، در تربیه نسل نورس استفاده میکنیم. اینا همچون مواد تربیوی، مواد ملت سازی، اینا همچون رمز ملت. انا از همین خاطر اینا رو باید تازه نگاه داریم، سیماشونه. بینه در همین اسلام یک مکانیزم است. همین چند حدیث است که با روایت ها هست، با حکم ها هست، با فتوا هست که همین صحابه ها را شما تحقیر نکنید. نه صحابه را سب صحابه نمیگن. سب صحابه خودش یک گناه نمیشد. این یک مکانیزم حفظ اونها است. درست است که صحابه ها از نظر مقام آدمای بزرگن، این یک طرفی مسئله. ولی اونو حکم درباره سب صحابه ای برای این است که هر نوع خلف اونا را دندان نزند، چون که اونا برای تربیه ما مهمند. ما در مثال کارنمایی هر یکی اونا خودمون میسازیم، پاک میکنیم، ایمانمون قوی میکنیم. مثلا اگر ما بگیم که ابوبکر چه بوده است، عمر چه بوده است، اینا نمونه اینش برای عدالت نمونه ما میشه، اینش برای جسارت نمونه ما میشه، اینش برای تقوا نمونه ما میشه. ولی اونا هم آدمن، ممکن در حیاتی کدامش چی کم بوده باشه، ولی اونا رو باید اطرافش تازه نگاه داشت در فضای جمعیتی تا که اون نقش تربیویش اجرا کند. انا قهرمانان نمیخیدن. بنابراین عینی، غفورов، انا نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور، ترسون زاده، اینا از سطح یک آدم در ذهن ملت ما باید بالاتر شده. ما نمیگیم اینا مقدسن یا مقدس شرعی اعتقادی، اینا سیمبل ها، رمز های ملت بان. اینا رمز ها، اینا پدرانی همی ملتن. بنابراین در وقت صحبت در نسبت اینا باید بعضی چیزایی که از کجای میشنویم اینا به زبان آورده شخصیت اونا را خللدار کردن، این جنایت ملی هست. مثلا همی اخیراً یک برای چی رو میگم بحث برآمده است که همین پدر غفورov کی بود؟ دقیقاً ضربه دشمنانه نه تنها به غفورov، به تمامی یعنی هستی ملت ما. مثل این است که مثلا همون دشمنای اسلام میگن که این پدر عمر کی بود، مثلا این بحث که شخصیت خودش زیری بحث پناه شود، خدمت و بزرگیش زیری بحث. ما نه شما بحث کنید که پدر او چی بوده، تو درباره پیامبر بحث میکنن که پدرش مسلمان بود یا نه. هم خیلی هست؟ این بحثی کسایی است که میخواد چهره او پیامبر رو، باز مثلا درباره خدا، ولی در همین فیسبوک هر روز یک بحث است که الله نام یکی از بتای مکه بوده است، این اول بوده است. یعنی چرا خیلی بحثا میشه؟ وقتی میخوای مفهوم به ارزش کنی، میخوای مقدساتش، قداستش خللدار کنی، یگان چیز به او آلایش میتی. بنابراین این بحثای سوزنده،
یا مثال دیگه میگم که یک روز دختری ما از مکتب اومد استاد، میگه که معلمه در صنف 7 کو معلمه اومده است، گفته است که استاد اینی قدر آدمی حسیس بدن که تصور کنید که در صنف در مکتب با کودک تاجیک معلمه اومده است همین نقل کرده است، حال که وظیفه او خدمت عینی را فهماندن است، نقش عینی در تأسیس دولت ملت فهماندن است. ما دیرکتر زنگ زد گفتم که می پگا عریضه شگیر جواب تیم معلمه او حقوق معنوی در مکتب تاجیکستان کار کردن ندارد. او همی درک نکرد که عینی کسی که ملت را ساخت اگر یگان کمبود هم داشته باشه او در پیش خدمتاش هیچ است. گفتم در نزد وزیر، در نزد قانون، در نزد سود هم باشه من جواب میتیم که همین من از مکتب جواب میتیم، چون که نخود در کودک بیاید گفت که عینی همه خبده است. حال که معلومات افسانه از روایت از ما چی میدونیم، لیکن شخصیت اینو را دیگه این خیل کردن ممکن نیست. اینا رمزهای این ملت، ستونهای این ملت، اینا کسایی که ملت ساختن. حتی همین استاد غفوروف یک قصه بسیار جالب است که وقتی غفوروف تاجیکان می نویسند، بسیار آدمی بزرگ شناخته هم ملی هم فرهنگی، در خانه جلال اکرامی یک بزم می شود که هم ترسون زاده شرکت داشته، هم غفوروف، هم استاد جلال اکرامی، هم براگینسکی. بعد که همه تبریک میکن، بعد استاد اکرامی میگن که استاد غفوروف شما این قصال را برای دولت بدید، شما کتابی تاجیکان نوشتید، ما را صاحب شناسنامه کردید، من میخوام در این بزم شما را پدری ملت اعلان کنم. آخه بعد غفوروف قد گفته بیست، یک لحظه بیست، پدری ملت من نیست است، پدری ملت استاد عینی، او ساختی ملت، او احیا کرد که ما و شما گبز شدیم به تاجیکی، ما و شما تاجیک میگیم او پدر دارد ملت، من فرزند خورترین این ملت کی خدمت میکنم. یعنی غفوروف حتی اجازه دادن که خودش پدر ملت گفت عینی هست. بنابراین یک آدمی ناخوانده بیاد که عینی چنین بوده است، مثلا دو تینه اکنام کرده بوده است، همین را سبب کنه که شخصیت بزرگ ملی او را داغدار کنه در ذهن جوان، در تیک تاک، در فیسبوک، نمیدونم در کجا. این همین خودش جنایت ملی است. بنابراین من میخواستم میگم که ما نمیگیم اونا مقدسن، بلکه اونا مثل پدرها. اینا بینید یک مثال عادی که اگر همین پدر شما ناس کشد فرزند، شما هم فرزند شاید راضی نباشه، شما اینا در حکومت کار میکنه، امام میگه که همین خوب نه موسفید ناس میکشه، کنت خجالت ها. با وجود این همون مقام پدر اجازه نمیده شما برای در یگان جگوی همین پدر ما ناس کش است فلان فلان، چون شما میگه که هر چی است او پدر است. یعنی بین مقدسات، بین ارزش‌ها و بین بعضی الیمنت‌ها همین تناسب داشتن بسیار مهم است، زیرا اگر این در گشاییم هر یکی ما یک کمبود داریم. انا بشرون مثل که گفته بود پیامبر. یعنی این شخصیت ها باید هر چی در ذهن ما خیلی گرامی شود، چون که دیگه او به ما خلل نداره، فقط همین خدمتش مهم است، همین کارنامه‌اش مهم است، این رقیبی کسی نیست، این فقط خدمت میکنه. همین من خواستم که اگر و همین روحیه به این نگاه کنیم. و یک وصیت آخرینی غفوروف هم در فیسبوک ماندم، دیدید شما؟ اگر ندیده باشه برای علما با همین تمام کنیم. وصیت غفوروف چه خیلی بود؟ ببینید، تمامی کوشش کنید که قبر من باید در تاجیکستان باشد. چرا این میگه؟ چون که او شخصیت بزرگ شوروی، عضو کمیته مرکزی رهبر جمهوری بود. او را مثلا وقتی میمرد از روی همون سطح بلندش، این آزی است که بعضی بزرگای در قبرستان لوچوب میبرند، او را در دیوار کرمل گور میکردن، در پایه دیوار کرمل گور میکردن. می‌نویسن که گسودارسنی دیتیل بابا جان غفوروف یک سنگ مرمر می‌داد در دیوار کرمل.
انا غفور میگه نه من نمیخوام، من میخوام که خاک من در تاجیکستان باشد. پس چی میگه؟ چگونه پیوستی احساسی با وطن، با ملت، با خاک داشته است. گفته است که من عمر تاجیکان گفتم باید خاک من در آغوش تاجیکان باشد. این وصیت آخرین غفوروف. بنابراین وقتی درباره یا گپ میزنیم این خیلی جاهای پر افتخارش باید گوییم تا مردم در اطراف اندیشه های او جمع شوند و ملت ساخته شود، ملت متحد باشد. بنابراین وقتی که پیامبر مرده بودن بحث شد که محمد مرد چیکار کنیم. حضرت ابوبکر چی گفته بودن؟ گفتن که محمد رفت ولی این کتابش راهش هست. بنابراین واز شخص غفوروف علاقه شخص نیست و این غفوروف این کتاب است، این اندیشه است، این ملت سازی است، این ایده است، این شناسنامه ملت است. بنابراین من میگم که او علاقه حالت دخل ناپذیر داره. از این نظر احترامی او احترام ملت است، تحقیر او تحقیر ملت است.